روزگاری در یک کشور آفریقایی قبیله بزرگی زندگی می‌کردن. قبیله که مردمانش با هم دوست بودن و همه سعی می‌کردن با دیگرانم مهربون باشن. مردم این قبیله رئیسشونو خیلی دوست داشتن. همه چیزم به خوبی و خوشی پیش میرفت تا اینکه همه از اینکه رئیس قبیلمون بیمار شده ناراحت هستن. بالاخره باید یه کاری کرد. باید تمام تلاش اونو بکنیم تا رئیس دوباره سالم بشه. نه. پزشک همه داروهایی رو که میشناخته به رئیس داده. جادوگر قبیلم همه جادوهایی رو که بلد بوده خونده. اما حال رئیس خوب نشده که نشده و روز به روزم داره بدتر میشه. یعنی کسی نمیتونه براش کاری کنه؟ اون داره روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اونقدر ضعیفه که دیگه نمیتونه از جاش تکون بخوره. اون روی تخت خوابیده فقط استراحت میکنه. فکر میکنم میمیره. بله، اون به زودی از این دنیا میره. در اون چند روز مردم قبیله ساکت بودن. هیچ حال و حوصله نداشتن. مردم وقتی به هم میرسیدن مرد غریبه‌ای وارد قبیله ما شده و اون میدونه رئیس مریضه. بعضیا میگن اون از آسمون اومده تا رئیس رو نجات بده. وقتی اون میدونه رئیس مریضه حتما چیزای دیگه هم میدونه. پس ممکنه بلایی سر قبیله بیاره. فردا میخوایم بریم پیش اون. شاید بتونه به ما کمکی بکنه. پس منم اونجا زیر درخت بزرگ نشسته و استراحت میکنه. یه کلاه بزرگم سرشه. سلام. ما اومدیم اینجا تا با هم کمی صحبت کنیم. میگن که تو از بیماری رئیس ما خبر داری. میخوایم بدونیم که میدونی چه جور باید خوبش کنیم؟ بله، همه چی رو میدونم. برای خوب شدن رئیس فقط یک راه وجود داره. شما باید از مار جادو کمک بگیرید. مار جادو؟ اون میتونه همه بیماری ها رو معالجه کنه. حالا این مار جادو که میگید کجا زندگی میکنه؟ اونجا، اون کوهو میبینید؟ اون کوه بزرگو. بالای اون کوه اونجا غار بزرگیه که خونه مار جادوست. البته آوردن مار جادو راه و روشی داره. چطوری؟ راهش چیه؟ باید شجاعترین آدم قبیله صبح زود قبل از طلوع آفتاب را بیفته و تنها بره. هیچ چیزم با خودش نبره. بعد باید مار جادو رو روی دوش خودش بیاره اینجا. اون شب همه دور هم جمع شدن تا شجاعترین آدم قبیله رو انتخاب بکنن. فردای اون روز شکارچی بزرگ آماده شد تا برای آوردن مار جادو به کوه بره. اون به طرف کوه بزرگی رفت که غریبه نشون داده بود. راه طولانی بود و پر از خطر، اما بالاخره اون به هر سختی که بود قبل از ظهر خودشو به غار رسوند. هوا گرم بود. شکارچی همینطور منتظر ایستاد. یک کمی بعد مار جادو از غار اومد بیرون. وای، اندازه تنه یه درخت بزرگه. چه چشمای سیاه ترسناکی داره. نمیخواد بگی برای چه کاری اومدی. من میتونم رئیس شما رو نجات بدم، اما باید منو روی دوش بگیری و به قبیله ببری. نه خودت بیا. من تو رو روی دوشم نمیذارم. من برای آدم های ترسو نمیتونم کاری بکنم. عزیزای من، چند روزی از این ماجرا گذشت. در اون مدت هر کسی که فکر میکرد شجاعترین آدم قبیله است دنبال مار جادو میرفت. اما همه از این که مار رو روی دوش خودشون بذارن میترسیدن و وقتی مار جادو میخواست که اونو به دوش بذارن از وحشت پا به فرار میذاشتن. حال رئیس خیلی بد شده بود. دیگه کسی نبود دنبال مار جادو بره. از مرد غریبه هم اصلاً خبری نبود. رئیس یه دختر کوچیکی داشت. یه روز اون دختر من فردا برای آوردن مار جادو به کوه میرم. تو؟ تو نباید بری. مار جادو حتما تو رو میکشه. نگران من نباشین. من یا پدرم رو نجات میدم
میرم. صبح روز بعد دختر راه افتاد. از پیچ و خم کوه گذشت و نزدیک ظهر به غار رسید. کنار غار ایستاد و مار جادو رو صدا زد. کیه؟ کجایی؟ تو عجب، پس این بار تو اومدی منو با خودت ببری؟ بله، پدرم داره میمیره، تو باید با من بیای. میام، اما میدونی که شرط من چیه؟ بله میدونم، پس زود روی دوشم سوار شو تا با هم بریم. مار جادویی عزیزای من جلوتر رفت و به سرعت روی دوش دخترک پرید. بعد خودشو به دور دختر پیچید. حالا فقط سر دخترک معلوم بود، فقط سرش. دخترک به راه افتاد و آروم آروم از کوه پایین رفت. به هر جای سختی هم که میرسید خود مار جادو به دخترک کمک میکرد تا بتونه از اونجا عبور کنه. وقتی به قبیله رسیدن غروب شده بود. مردم قبیله تا مار رو دیدن ترسیدن. فوراً فرار کردن و رفتن به خونه هاشون. دخترک رفت به خونه. رئیس قبیله همونطور بی حرکت دراز کشیده بود. مار یه چرخی زد و نفسشو بیرون داد و به رئیس قبیله فوت کرد. پدر جان، چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ مثل این که من زیاد خوابیدم، نه؟ وای پدر، شما خوب شدین، حالتون خوبه. مگه من چی شده بودم ها؟ من همه چی رو براتون تعریف میکنم. بعدم باید ما رو به غار برسونم. خدا، مار عزیز، تو پدر منو نجات دادی. دختر گلم تو خیلی شجاع هستی. من همون مرد غریبه هستم که به قبیله شما اومدم. من فقط میتونستم بگم نجات دادن رئیس قبیله از چه راهی ممکنه. اگه تو هم مثل بقیه از من ترسیده بودی نمیتونستم هیچ کاری برای پدرت بکنم. بنابراین تو بودی که پدرتو نجات دادی. بله عزیزای دلبندم، دختر قصه ما خداحافظی کرد و راه افتاد. کمی که دور شد برگشت و برای مار دست تکون داد. اون شب مردم قبیله جشن گرفتن و اونو به عنوان شجاع‌ترین فرد قبیله انتخاب کردن.